نامه‌ای به فرزندم، قسمت اول. این ویدیو برای این هستش که بدونی چرا من هیچ وقت تصمیم بر این ندارم که تو رو به دنیا بیارم و دلایل رو بهت میگم که بدونی چقدر دوست دارم. چقدر آرزو میکردم میتونستم توی شرایطی باشم که داشته باشم. اول از همه عزیز دلم، من در ایران زندگی میکنم. سال 2026 سال خونه، خیلی اوضاع سخت و پیچیده است. در حال حاضر که دارم باهات صحبت میکنم نزدیک به 3 ماه داره میشه که به اینترنت بین‌المللی هیچکس دسترسی نداشته و اگرم داشتن به شدت گرون خریداری شده. و آره، الان اگه تو بودی به شدت اذیت میشدی و به شدت من نمیتونستم تو رو پروواید کنم، چون خودم نمیتونم پروواید کنم. الان در حال حاضر مامانت یک ادیتور یوتیوب بوده و عاشق یوتیوب و یوتیوب کردی و چنل های یوتیوب ساختن بود، ولی الان من 2 ماه کامله که بیکارم و هیچ درآمدی نداشتم. هیچ. الان همه چیز داره گرون میشه، همه چی الکی داره گرون میشه و مردم عصبی‌ان تو خیابون. دعوایی که میشه یکی یه چاقویی در میاره و میخواد دعوا رو بندازه، یه دعوای الکی. مواد غذایی گرونه و من همش به این فکر میکنم اونایی که بچه به دنیا آوردن واقعا میتونن از پسش بر بیان و امیدوارم که بتونن، امیدوارم که توانشو داشته باشن، امیدوارم اون بچه بهشون یه قدرتی بده که بتونن کار کنن و پروواید کنن. ولی عزیز دلم الان اصلا نمیتونم داشته باشم. الان با پارتنرم که بابای فعلی تو میشه تصمیم به مهاجرت گرفتیم، ولی الان نمیشه که مهاجرت کنیم و اون هم دیگه داره تمام پولش میره، چون اونم یک برنامه نویسه به شدت باهوشه که توی این شرایط بیکار شده. و حتی شاید باورت نشه که من اشکشم دیدم توی این شرایط، گریه‌شو دیدم، همه‌شو دیدم. تازه من حس میکنم توی شرایط بهتری نسبت به بقیه هستم، چون که اینجا یه سقف بالای سرمه، خونه هست، مواد غذایی هست، ولی واقعیت خیلی داغون‌تر از اون چیزیه که من اینجا دارم تجربه میکنم. واقعیت گرونی و فقر به شدت زیاده. نمیخوام دیگه ناراحتت کنم. بدون توی 26 سالگی مامانت، موقعی که توی اوج خودش بود و تازه فهمیده بود که به چی علاقه داره و تمام وقتشو داشت برای کارش میذاشت، همه چیز به هم خورد. جنگ شد، اینترنت قطع شد و تماما بیپول شد و بدون که هیچ چیز توی این دنیا قابل کنترل نیست، فقط باید شل کنی. البته این حرفای من بعد از تمام روز گریه کردن، تمام روز آرزوی بلند نشدن، آرزوی مردن، آرزوی کاش اینجا نبودمه، ولی مجبورم به ادامه دادن چون شجاعت نبودن رو ندارم. ادامه میدم با همین ناامیدی، با همین غم. آرزو میکنم برای تو تمام بچه‌های این دنیا که مادر و پدر مسئولی داشته باشن و با عشق بزرگ بشن. عاشقت. ندیده.